دارند و آنها به سان بنیان به هم فشرده هستند. در حمایت از ملت فلسطین و در چارچوب پاسخ به تجاوزگری امریکایی انگلیسی به کشورمان، نیروهای دریایی یمن با یاری خداوند متعال طی عملیاتی یک کشتی اسرائیلی را در دریای سرخ هدف قرار داد و با چند موشک سطح به دریا این عملیات را انجام داد و یگان پهپادی یمن نیز یک ناوچه امریکایی را در دریای سرخ هدف قرار داد با چند پهپاد وابسته به نیروهای یمنی. در راستای اجرای فرمایشات رهبر یمن و در حمایت از ملت مظلوم فلسطین که در برابر تجاوزگری رژیم صهیونیستی قرار گرفته است و در پاسخ به